این شخص را که در نوار میبینی در شبکه‌های اجتماعی دائم هرزگویی میکند. یگان نوارش معنا ندارد. یکی از پهن کنندگان فحشا و بی‌حیایی در جامعه میباشد و در برابر این کارهای پستش زنهای فاحشه را به رقص دعوت کرده نوارها را در شبکه‌های اجتماعی میگذارد. میگفته باشی این شخص نماینده شیطان یا دجال در روی زمین باشد. زیر همه نوارهایش پر از دشنام و فحشگویی. این مرد در روی خود پوست کرکدیل کشیده، پروایی نکرده فحشا و بی‌حیایی را دوام داده است. بیناموس. الله تعالی در سوره نور آیه 19 می‌فرماید کسانی که دوست دارند فحشا و بی‌حیایی در بین مؤمنان پهن شود برای آنها عذابی دردناک است. پهن کردن فحشا چی با سخن، چی با رسانه، چی با عمل نه تنها گناهی شخصی بلکه گناهی جمعیتی است. آن جامعه را ویران میکند، قلبها را سخت میکند و فرزندان را از دین دور میکند. برادرانی که زیر نواره‌های این شخص دشنام و حقارت مینویسه از الله بترسه و بس کنه. از پشت یک شخص فاسق بی ارزش چرا نامه اعمال خود را پر از گناه میکنید؟ یک میده فکر آخرت خود را کنید. خطابم به این شخصی در نوار بوده آیا دوست داری همین کارهایی که با زنهای فاحشه رقاصه میکنی دیگران با خواهر، زن و دخترت انجام دهند؟ به سوی الله برگرد، از این کارهای پست و رذیلی دست بکش، وگرنه این کارهایی که میکنی همش دردی سرت میشوند.